ببین من جوانتر که بودم یه دونه موتور داشتم، موتور اگزوزش از وسط پاره بود. تو این خیابونا، تو این کوچه ها ساعت 1 شب 2 شب با موتور همینجوری می اومدم توی کوچه ها، آزار اذیت میکردم با اون موتوره. هدف خاصی نداشتم، توجه نمیکردم به دور و بریام که چه شکلی دارن زندگی میکنن. الان ساعت 1 شبه، الان 2 شبه، یارو بچه کوچیک داره، یارو مریض داره تو خونه. اصلا توجه نمیکردم. یک عدد گاو تمام به معنا تشریف داشتم اون موقع. من الان زن و بچه دارم. دیشب نشسته بود توی خونه خوابیده بودم، یک باره یه موتوری با همون اگزوز، با همون اتفاقات، داستانای گذشته خودم اومد تو خیابون، بلند رد شد با صدای بلند گاز نه 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 و از این داستان. واقعا شوکه شدم، بچه هم تکون خوردم. من تا بچه کوچیک دارم. موقعی که اون این کار کرد رد شد، من تنها چیزی که اومد به ذهنم این بود. به خودم گفتم یادته دقیقا همین کارو خودت هم میکردی و اصلا توجه نمیکردی که مردم اینجا خوابن و آزار میبینن. حالا بخور. این بهش میگن تاوان. اینم عوده.